همنشینی با افراد سمی شبیه یه سم بیبوه. آروم آروم آرامش و مسیر درستتو ازت میگیرن بدون اینکه بفهمی. یه روز بیدار میشی و میبینی دیگه اون آدم قبلی نیستی، اما هنوز دیر نشده. این 10 تا نشونه رو بشناس و قبل از اینکه دیر بشه فاصله بگیر ازشون. همه ما تو زندگیمون آدمایی داشتیم که بعد از همنشینی با اونا حس کردیم بی انرژی، سردرگم یا حتی عصبی شدیم. اما چرا؟ افراد سمی همیشه مستقیم به ما آسیب نمیزنن، بلکه آروم آروم آرامش و مسیر درست زندگی رو ازمون میگیرن. نشونه هاشون همیشه واضح نیست، ولی اگه بدونی دنبال چی بگردی میتونی زودتر از دامشون فرار کنی. قبل از اینکه بریم سراغ نشونه ها، این دعا رو با هم بخونیم تا از خدا بخوایم که ما رو تو انتخاب دوست و همراه کمک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. این دعا از خدا میخواد که ما رو از همنشینی با آدم‌های اشتباه دور کنه و توی قرآن هم یه پیام خیلی مهم داریم که یادمون میده نباید از جدا شدن از این افراد بترسیم. اگه از محتوای این ویدیو خوشتون اومده، قبل از اینکه آیه رو بگم حتما دکمه لایک رو بزنید. در آیه 36 سوره زمر خداوند میفرماید: آیا خداوند برای بنده‌اش کافی نیست؟ و این مردم تو را از غیر او می‌ترسانند و هر کس را که خدا گمراه کند هیچ راهنمایی برای او نخواهد بود. گاهی افراد سمی ما را از تنها شدن، از تغییر مسیر یا از ترک یه رابطه اشتباه می‌ترسونند. اما این آیه یادمون میده که وقتی خدا کنار ماست نیازی به ترسیدن نداریم. با هم بریم یه داستان واقعی که نشون میده چرا باید حواسمون باشه که با چه کسایی هم نشینی کنیم رو بشنویم. امیر همیشه فکر میکرد که سعید بهترین دوستشه، کسی که همیشه کنارش بوده. اما یه چیزی درست نبود. هر وقت امیر یه تصمیم مهم میگرفت، سعید یه جوری ازش انتقاد میکرد که حس میکرد احمقه. تو از این کارا سر در نمیاری، خودتو ضایع نکن، فلانی رو ببین، تو هیچ وقت به اون حد نمیرسی. امیر کم کم باورش شد. هر بار که یه ایده تو ذهنش میومد، صدای سعید تو گوشش میپیچید که میگفت: بی خیال بابا، تو نمیتونی. اما اون لحظه‌ای که فهمید سعید چقدر سمیه، یه شب بارونی اتفاق افتاد. امیر یه موقعیت شغلی عالی توی یه شرکت معتبر پیدا کرده بود. بالاخره یه فرصت واقعی. هیجان زده بود. به سعید گفت: فکر کن بالاخره تونستم، فردا میرم مصاحبه. سعید پوزخندی زد و گفت: برو بابا، تو آبروی خودتو میبری. این کارا مال آدمای حرفه‌ایه، نه تو. بیا بریم یکم خوش بگذرونیم، ول کن این کارا رو. امیر اون شب نرفت مصاحبه. فرداش وقتی به خودش اومد دید فرصت‌ها از دستش رفته و سعید فقط خندید و گفت: بی خیال بابا، چیزی که از دست ندادی. ولی امیر خیلی چیزا از دست داده بود. شاید یه شغل، شاید یه فرصت، اما مهمتر از همه خودش رو از دست داده بود.
اگه دوست داری نشونه های افراد سمی رو بدونی تا آخر ویدیو با من بمون تا بهت بگم. اما آیا میشد این اتفاق نیفته؟ اگه امیر زودتر این نشونه ها رو میدید میتونست زندگیشو از این مسیر اشتباه نجات بده؟ جواب مثبته. چون افراد سمی همیشه نشونه هایی دارن. فقط باید بلد باشی ببینیشون. حالا بیاید 10 تا نشونه‌ای که حرفه‌ای ها به محض دیدنشون از این افراد فاصله میگیرند رو بررسی کنیم. همیشه تو رو تحقیر میکنن و اعتماد به نفست رو پایین میارن. وقتی موفق میشی به جای خوشحالی حسادت و تحقیرت میکنن. همیشه انرژی منفی میدن و ناامیدت میکنن. از اینکه تغییر کردی بهت احساس گناه میدن. تو رو مجبور میکنن کارایی که نمیخوای رو انجام بدی. مدام نقش قربانی رو بازی میکنن و تو رو مقصر جلوه میدن. دروغ میگن و پشت سرت بدگویی میکنن. دوست دارن همیشه وابسته‌شون باشی و نمیذارن رشد کنی. مدام قضاوتت میکنن و هیچ وقت حمایت واقعی نشون نمیدن. بعد از هر بار بودن باهاشون یه حس خستگی و ناامیدی داری. حالا که این نشونه ها رو شناختی وقتشه که آگاهانه تر انتخاب کنی که با چه کسانی هم نشینی کنی. یه سوال مهم، به نظرت اطرافت کسی هست که باید ازش فاصله بگیری؟ نظرتو توی کامنت ها بنویس و اگه حس میکنی این ویدیو میتونه به کسی کمک کنه حتما براش بفرستش. حالا که یاد گرفتی چطور افراد سمی رو بشناسی و ازشون فاصله بگیری، یه سوال مهم، اگه مجبور بشی با یکی از این افراد توی خانواده، محیط کار یا دانشگاه تعامل داشته باشی باید چی کار کنی؟ فرار که همیشه گزینه مناسبی نیست. پس چطور از خودت محافظت کنی بدون اینکه درگیر بازی‌های ذهنی اونا بشی؟ توی ویدیو بعدی روش‌های برخورد حرفه‌ای با افراد سمی رو بررسی می‌کنیم. حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن تا از دستش ندی.